نشرت في الساعات الأخيرة صورة لوثيقة رسمية ساعاتی پیش تصویری از یک سند رسمی با امضای رئیس شورای اجرایی حزب الله منتشر شد که نشان می‌دهد زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس تحت عنوان طرح هدیه خانم زینب سلیمانی 2 میلیون دلار به دختران لبنانی جهت کمک به ازدواج آنها اختصاص داده شده. این طرح تنها به حمایت از دختران لبنانی جهت ازدواج با عناصر حزب الله اختصاص داده شده است که بر اساس آن زینب سلیمانی 2 میلیون دلار برای تشویق دختران جهت ازدواج دائم یا موقت با جنگجویان حزب الله هزینه می کند. همچنین بر اساس طرح موسوم به هدایای زینب، زنانی که سابقه ازدواج داشته‌اند به عنوان همسر دوم عناصر حزب الله می توانند از این مبلغ بهره مند شوند. سند منتشر شده نشان می دهد که 1000 دلار برای ازدواج دائم و 400 دلار برای ازدواج موقت اختصاص داده شده است. ماریا معروف که کشورش لبنان را به دلیل تهدیدهای حزب الله ترک کرد، با انتشار توییتی درباره طرح زینب سلیمانی در لبنان گفت: مردم ایران از گرسنگی میمیرند، اما هاش خانم زینب سلیمانی 2 میلیون دلار برای تشویق ازدواج موقت در لبنان هزینه می کند. در سند یاد شده امضای هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله دیده می شود. هاشم صفی الدین که به عنوان مرد دوم حزب الله شناخته می شود، پدر رضا صفی الدین همسر زینب سلیمانی است. صفی الدین، می فرحات، بیروت.